حفاری شده مهندس؟ چه خیلی تمرکزش زیاد بوده که بعدا عملیات روش انجام بشه. آره عملیاتی که همکنون در حال انجامش هستیم عملیات تعمیرات خط سوم سراسری محدوده کیلومتر 875 برنامه‌ریزی شد در ابتدای سال که برنامه زمانبندی حدود 5 ماه قرار گرفت و یکی از بزرگترین برنامه‌های تعمیراتی است که ما 500 نقطه رو این سکشن قرار هست که تعمیرات روش انجام بدیم. فقط یه دونه دسترسی که کلا یه دونه چیزا که پول میشه. یه نسل که اصلا خودش که یه روزم جوشکاری علقه‌اش دو روز بالا هر چیزی تعمیرات میشه. بعد هوشمندم یه ایراد داده ساعت 2 دادم تا 3 دادم مهندس سمت شماست. چی بوده؟ یه پای چیز آنومالیه دیگه، گرس داره آنومالیه. اکسپت شده یا نه؟ اکسپت شده. مشغول بازرسی خط سوم سراسری هستیم. همزمان همکارای دیگه تو خط ریسمنان و خط اول سراسری قزوین هم مشغول کار هستن. امسال برنامه‌ریزی‌ها طوری بود که تراکم کاری خیلی بود. مجبوریم همزمان بریم ضمن اینکه توی ایستگاه‌ها هم بچه‌ها دارن بازرسی انجام میدن. این قسمت انتهای کار ماست دیگه 2-3 کیلومتر جلوتر محدوده ساوه شده میشه یارد ساوه اینجا بخش حفاری و پوستکنی رو داریم انجام میدیم. خط مقدم. بله دقیقا خط مقدم هستش. کار کردن این روزا خیلی سخت‌تر شده علیرغم شیوع ویروس کرونا و اینکه باید تمام جوانب رو در نظر گرفت که خدای نکرده و پرسنل دچار این گرفته دچار این بیماری نشن باید بهش مشکلات دیگه از قبیل گرما و سختی کار رو اضافه کرد. واقعا با اینکه تو خرداد ماه هستیم هوا خیلی گرمه و باید توجه کرد که این عملیات تا شهریور ماه ادامه خواهد داشت و جدایی از گرمی خرداد ماه باید مرداد و شهریور هم که هوا بسیار از این پس گرمتر خواهد شد و در نظر گرفت. 11 خرداد ماه سال 1399 صادق منصوری گزارشگر راهبردی مدرسه عملیات انتقال گاز